اکا حج کنیم یا زن گیریم؟ من 19 ساله. عین حال مثلا 19 ساله باشید زن گیرید، حالی وقتی حج نیست، حالی تا وقتی حج با 11 ماهی دیگر است. عین حال برای شما زن گرفتن واجب است. بنابراین زن گیرید. اگر وقتی حج میشد حج میرفتید، بعد برای زنگیری را برابر حج نرخ و نوا نمانید. حرکت کنید تا برادرها خواهرای عزیز مسئله زنگیری را آسان کنید، برای آنکه این عائله دار شدن کار خوب است. اینه به تأخیر نگذارید و سبک کنید. توی زیادتی صرف و خراجات های بی‌معنی نکرده آسان زن گرفتن را برای فرزندان میسر کنید، تا اینکه بیچاره چندین سال برای زن گرفتن کار کرده پیر شده زن نگیرن. بله 18 که در آمدید گرفتن گرفتن برادرها. نگویید که من کی صاحب کریر شوم و صاحب پول و مال زیاد شوم و خانه الهیده شوم و گرفتن گرید. از حلال از حرام کرده های الله تعالی دور استید و الله سبحانه و تعالی انشاءالله برکت میدهد. در وقتی که عائله دار میشید حلال و پاک زندگی میکنید.